بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز گرامی، دوستان ارجمند. انشالله که هر روز ساعت 1 با وقت مسکو با شما در سوال جواب و مسائل های روز و وابسته به سیاست ناتوان و سیاست نوجوان مردانه و سیاست اکستریمیسم و تروریسم امام علی رحمانوف سخن و حرف میزنیم و از مشکلات روزمره و مشکلاتی که امروز تمام جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است باعث نگرانی تمام مردم تاجیکستان گشته است. انشالله همه هر روز ساعت 1 در شبکه رادیو زیلا صحبت میکنیم و انشالله برادرای عزیز در حق استاد بزرگوار شادروان عمر علی قوتوف دعای خیر بکنین. دوستان عزیز گرامی، دوستان ارجمند، میخواستم که امروز در مسائلی حرف بزنم که بسیار مسائل داغ است و مسئله روز است. روز 8 مارس سال 2015 امام علی رحمان در یک برآمد با زنان تاکید کردند که لباس سطر و پوشیدن لباس سطر برای مردم تاجیکستان فرهنگ بیگانه است و مردم تاجیکستان از این فرهنگ دست بکشند و پیروی از دیگر فرهنگ‌ها نکنند. مادامی که مردم تاجیکستان مردم مسلمان است، مردم این سرزمین فرهنگ مسلمانی است، پس چرا مردم باید که از فرهنگ مسلمانی استفاده نکنند؟ و تاکیدهای زیاد درباره حجاب اسلامی و منع کردن قبلا هم از سال 2012 حجاب پوشان به رفتن به دانشگاه و کارگاه ها منع کرده بودند و امروز شاهد دیگر حادثه های بدنام کننده گشتیم که برای هر یکی ما یک حالت ناگوار و یک حالتی را به وجود می آورد که دیگر خاموش نشستن طاقت انسان را طاق میکند و کاسه صبر انسان لبریز می شود. و یکی روز 8 تاکید کردن اینها که دیگر مردم تاجیکستان به لباس بیگانه یعنی لباس سطر در کوچه و خیابان‌های تاجیکستان نگردند و این لباس بیگانه است و فرمایش هم دادند که این رسم و رسوم باید که به تنظیم درآورده شود. در اینجا اصلا بحث فرهنگ است، بحث حقوق و آزادی های انسان است و حقوق و آزادی انسان ارزش عالی می باشد و دولت کفیل رعایت و حقوق انسان و ارزش های انسانی است. وقتی که خودی حکومت تاجیکستان امروز برنامه‌ای را تحریزی میکنند، برنامه‌ای را برای بالای مردم مظلوم تاجیکستان تطبیق میکنند، جای بسیار تأسف است و جای بسیار ننگ و ناموس شرف ملت مردم مظلوم تاجیکستان است. بعد از برآمد امام علی تروریست و اکستریمیست، این حکومت امام علی رحمانوف یک حکومت اکستریمیست و تروریست ها است که امروز در نقاب دموکراتیا سازمان تروریست و اکستریمیستی خود تأسیس دادند به ترور و برای ظلم و ذلت بالای مردم تاجیکستان روا می‌بینند و به خاطر نگه داشتن کرسی خود از یراق و اسلحه از سلاح بالای مردم مظلوم تاجیکستان استفاده میکنند
و هر بارهای تهمت و تهمت بازی بالای این ملت و دولت ظلم و ستم ها کرده ایستاده اند. دوستان عزیز، دیروز در شبکه‌های دولتی و مخصوصا شبکه اولی تاجیکستان، تلویزیون تاجیکستان، برنامه‌های نشر گردید که در اونجا زنی لباس پوش دست به فاحشگی زده است و همچون این شبکه‌های دولتی یک شبکه نیست که تنها در داخل تاجیکستان دیده شود و تمام فارس زبان‌ها این شبکه‌های دولتی را تماشا میکنند. تمامی ملت‌ها میتونند از این شبکه‌ها استفاده کنند. غیر از این تمامی مجله‌ها و روزنامه‌ها و شبکه‌های یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی واسه استفاده برده می شود. این نوارهایی که حکومت تعریضی میکند، وقتی که رحمانوف میگوید که سطر مردم تاکید میکند در ملاقاتش با زنان که سطر مردم باید این نباشد و این سطر لباس مردمی بیگانه هست، برای تصدیق کردنش وزارت کارهای داخله و دیگر امنیتی تاجیکستان برنامه را در مقابل این تحریضی و پیشکش مردم میکند. گویا در واقعیت در تاجیکستان مردمی مسلمانی تاجیکستان، مردمی با سطر و با حیای تاجیکستان دست با فاحشگی زدند. اگر خوب نوار را تماشا کنید، در نوار حتی نفری که باری اول سطر کرده است معلوم است از نفری که هر روز سطر میکند. یکی و این برنامه تعریضی شده است. چند نفر دختر را راضی گردانیدند که در شبکه دولتی آمده خود همچون فاحشه معرفی کنند و تمامی مردمی تاجیکستان، تمامی مادران تاجیکستان، تمامی خواهران و دختران تاجیکستان به این سیما در جامعه جهانی نشان بدهند که در تاجیکستان نفرانی که سطر دارند یعنی آنها فاحشه هستند. حکومت رحمانوف چنین یک برنامه را تحریضی میکند که گویا در تاجیکستان نفرانی که زیر سطر قرار دارند دست به نشه جلابی، دست به کارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی میزنند. واقعا برای هر یک مردم مظلوم تاجیکستان جای تأسف است، جای ننگ است که یک شبکه دولتی آمده در دین مردم، در فرهنگ مردم توف میکند، در اعتقاد دینی مردم، در لباس مردم، در همه عرف و عادت مردم توف میکند. باز هم این ملت مظلوم از یراق اسلحه امام علی تروریست و اکستریمیست ترس هراس کرده خاموشی میگیرند، لب زیر دندان میکنند، حرف در مقابل این اکستریمیست و تروریستی رحمانوف نمیزند. دوستان ارجمند، این یک مسئله جدی است. این یک مسئله هست که این مسئله ناموس است. این نفرانی که امروز کارمندی دولتی هستید، آن نفرانی هستید که این برنامه را تحریضی میکنید، این برنامه ها را میسازید. آیا شما خواهر ندارید؟ آیا شما مادر ندارید؟ آیا شما در این جمعیت خودتان را کی میحسابید؟ اگر شما انسان میحسابید خودتان را، پس چرا به ناموس این ملت، به فرهنگ این ملت دست میزنید؟ چرا این ملت در نزد دیگر خلق و ملت ها همچون یک ملت فاحشه و همچون یک ملت غیر اخلاقی و غیر عرف و عادتی معرفی میکنید؟ چند وقت پیش طریق همین شبکه های دولتی بعضی از ملاهان برنامه های پورنوگرافی پیشنهاد میکردند که تمامی کودکان خردسال از این تلویزیون ها رو تماشا میکردند. آیا ما فرهنگمون تا جایی رسید که ما باید به کودکان فیلم های پورنوگرافی نشان بدهیم؟ آیا فرزندان خردسال شما این ببینید شما شرم نمیدارید؟ آیا شما در پهلوی زن و فرزندتان
کودکانتان شیشته چنین یک فیلم ها را ناموستان میبردارد تماشا بکنید؟ در نزد برادر و خویش تبا اقربایتان میتوانید چنین یک فیلم های پورنوگرافی را تماشا بکنید؟ آیا فرهنگ مردمی تاجیکستان تا جایی رسید که به فیلم های پورنوگرافی نظر بیاندازند؟ آیا از چنین برنامه ها شرمتان نمی آید؟ شما که 4 نفر اتئیست، 4 نفر به خدا که آمدن سر قدرت نشستید، اون هم با یراق و اسلحه، با ظلم و ستم، با قتل و کشتار نشستید، از قتل و کشتارتان شرم نداشته، از ظلم و ستمتان شرم نداشته، باز هم به دین مردم دست میزنید؟ بازم میخواهید که این ملت را از دینش محروم کنید؟ میخواهید که این ملت را فرهنگش از بند ببرید؟ چرا 4 تا اهریمن امروز به ما و شما فیلم های پورنوگرافی نشان میدهند؟ شرم است. به خاطر یک حزب سیاسی که حزب اسلامی است، حزب نهضت اسلامی جمهوری تاجیکستان، به خاطر این یک حزبی که در برابرش رقابت سالم سیاسی را برده نمیتوانید و در برابرش مغلوب هستید و در برابرش ضعیف و ناتوان هستید، در برابرش شرمنده و سرخم و سرگردان هستید، چرا از دین مردم استفاده کرده؟ چرا از دین مردم در مقابل این یک حزب استفاده میکنید؟ اگر شما رقابت سالم میخواهید با این حزب، رفته با این حزب رقابتتان بکنید. چرا دین مؤمن اسلام، چرا فرهنگ مردم، چرا اعتقاد دین مردم را توف میکنید؟ شما که 4 تا به خدای اتئیست، این مردم تا 99.9% مردمی مسلمان است. اگر که فرهنگ اروپایی را امروز بالای مردم بار میکنه، چرا پس نمیگه که این فرهنگ اروپایی است؟ چرا از صحبت از آن نمیرود که مردم شما این لباس اروپایی است، این لباس ملی نیست، این یوبکه و این همه لباس اروپایی است؟ چرا از این حرف نمیزنید؟ یا شما میخواهید که نزد شما زنهای تاجیکستان برهنه و لیچ باشند، شما با این تماشا بکنید؟ شما میخواهید که خواهران و زنان و مادران نزد شما پیشهای برشان را باز کنند، خودشان را در نمایش دهند برای شما؟ 4 تا اتئیست، 4 تا به خدا امروز که سری حکومت نشستید، از این ملت چی میخواهید؟ این ملت دادش را به کی بگوید 4 تا اتئیست که امروز بالای سرش آمده است؟ این ملت به کجا برود؟ 3 شاخه حاکمیت است: حاکمیت اجرایی، قانونگذار و سودی. هر 3 شاخه حاکمیت یک دستگاه عملیگردانی خانواده اکستریمیست و تروریست امام علی رحمانوف قرار گرفتند در تاجیکستان. غصب پره حاکمیت غیر قانونی امروز در دست حکومت تروریست و اکستریمیست امام علی رحمانوف است که در نقاب دموکرات در نزد جامعه جهانی معرفی میکند، ولی در اصل یک حکومت، یک سازمان تروریستی است که بالای مردمش شبانه روز ظلم و ستم میکند. مردمی مسلمان تاجیکستان، مردمی شرفی تاجیکستان، اینجا بحث دینی نیست، بحث فرهنگی و حقوقی مردمی تاجیکستان است. سخن درباره حقوق آزادی های انسان می رود، حقوق فطری انسان می رود که حقوق فطری انسان دخل ناپذیرند. هیچ کس حق ندارد برای به تنظیم در آوردن حقوق فطری انسان دخالت کند. دوستان عزیز، یک نقطه اساسی را من در اینجا برای شما گپ میزنم. امروز
مسائلی که پیش ما، مشکلی که پیش ما و شما آمده است، این برنامه خارجی ها هستند. حکومت رحمانوف زیر رهبر خارجیان قرار گرفته است، چون که میلیاردها دلار رحمانوف در خارج کشور جابجا کرده شده است و رحمانوف از این میلیاردها میترسد که این میلیاردها بر آنها کشیده نگیرند و هر برنامه‌ای را که بالای رحمانوف تحریزی میکنند میدهند، از روی این برنامه بالای مردم رحمانوف کار میکند. نقشه‌های تحریزی شده خواجگان خارجی رحمانوف هستند. اینجا امروز ملت، فرهنگ، منافع ملی زیر خطر بزرگ و نیست و نابود شدن این ملت روانه کرده شده از سیاست امروز امام علی تروریست. امروز تمام مردم تاجیکستان، تمام مردم مظلوم تاجیکستان قربانی تروریسم و اکستریمیسم سازمان امام علی رحمانوف قرار گرفتند. امروز مردم تاجیکستان قربان میشوند به خاطری که در حکومتشان یک سازمان افراطگرایی و اکستریمیستی تروریستی امام علی با رهبری امام علی رحمانوف حکومت میکند. ما از تمام سازمان ها، از تمام جامعه جهانی دعوت به عمل می‌آوریم که بر مقابل این ظلم و ستم، بر مقابل تروریسم، اکستریمیسم که در حکومت تاجیکستان زیر نقاب دموکراتیا فعالیت میکند، با مردم تاجیکستان یک جا شده در مقابل این سازمان اکستریم و تروریسم امام علی رحمانوف مبارزه برند. این سازمان اکستریم و تروریسم در تمام منطقه های آسیای میانه تهدید خواهد کرد. این سازمان امام علی رحمانوف ده ها و صدها مردم را شکار میکند، به قتل و کشتن آورده میرساند. و امروز وقتی که ما و شما در مسائل دینی خود حرف میزنیم، رحمانوف ما را همچون چی میگوید؟ اسلامگرا میگوید. وقتی که ما مردم مسلمان هستیم برویم از دیگر دین ها حرف بزنیم، اگر دینی ما اسلام باشد ما پس از چه حرف بزنیم؟ از اسلام حرف میزنیم. اگر دینی ما مسیحی بود میرسیم از مسیحی حرف میزدیم. بعد اگر که ما این فرهنگ ما باشد ما چیکار کنیم؟ ما به کجا برویم؟ از فرهنگ ما این باشد و دین ما این باشد، اعتقاد ما این باشد، برویم از مسیحی حرف بزنیم، برویم از سخنهای مسیح بیاریم اینجا یکم حرفه. این چهار تا اتئیست نمیدانم اینا چی میخواهند. من یک چیز را میدانم، من یک چیز را میدانم که تمامی عملکرده های حکومت رحمانوف بهره برهم زدنی منافع ملی و دولتی این کشور و این سرزمین است. حکومت رحمانوف با هر راه و واسطه، با هر حیله و نیرنگ امروز دست به حجاب خواهران زدند، با دیگر حیله و نیرنگ دست به ریش مردم مسلمان مظلوم تاجیکستان زده اند. مگر در این 5 سال برای شما معین و مشخص نگردید که این حکومت در مدت 5 سال به چه کارها نائل گشت و به چه قوم‌های بر ضد من و شما، بر ضد اعتقاد دینی من و شما زده اند؟ وقتی که اینها به اعتقاد دینی من و شما دست درازی میکنند، وقتی که به حجاب زن و فرزند و خواهر و مادری من دست درازی میکند، من از این حرف نزنم از چی حرف بزنم؟ وقتی که من از این حجاب زد میزنم، وقتی که از دین حرف میزنم، من اسلامگرا میشوم؟ نه. امروز وقتی که اینها مرا وادار میسازند، مرا مجبور میسازند که من از این مشکلاتی که جامعه بالای جامعه فرا گرفته است از این حرف بزنم، وقتی که اینها فیلم های پورنوگرافی و فیلم های وحشتناکی را در روبروی کودک خردسال من، در روبروی مادری من، در روی دسترخوان من که در اون دسترخوان مادر و پدر و همه اهل بیت من نشسته است، من با این تلویزیون سعی میکنم وقتی که این
نواری دهشت را برای من میگذارند. من از این حرف نزنم، از چی حرف بزنم؟ دوستان ارجمند، امروز این مشکلات تمام جامعه تاجیکستان است. هر یکی من و شما ننگ و ناموس ملی را باید بیدار کنیم در مقابل این حکومتی که امروز در دین ما، در فرهنگ ما، در اعتقاد من و شما دست زده اند مبارزه بریم. امروز صمیمیت هر یک نفر ملت وطن دوست و غمخوار این ملت باید معین و مشخص کرده شود. ما باید در مقابل این حکومت تروریست و اکستریمیسم سرخم نکنیم. بهر بهبود ساختن وضع حقوقی و شرایط مردم تاجیکستان، زندگی بهبود گرداندن این مردم تاجیکستان، رسیدن واقعا به یک حکومت مردم سالاری، تمام این مردم تاجیکستان از خرد تا کلان کوشش و غیرت های خود در این راه به خرج بدیم، گرچند که در این راه کشته هم شویم و دیگران هم زنده باشند و مشغول داد برای من و شما باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کشرافین جان سلامت باشه. خداوند قوت زیاد و بتیه. خداوند خلق تاجیک است و مثل شما شیردل کنه، ترس از دلش دور بسازه. خداوند مهربان انشاءالله که همش میشه و خیلی که همونا خون ریزوندن انشاءالله ما را میریزونیم. همین چیغاتیه که خطون گفتن که بخیزین انشاءالله ما میخیزیم و حاضرم چیزی از دست مو بیایم میکنیم. انشاءالله ما به قریبی میریم به تاجیکستان. خیلی که قید کرده گفته بنویسید در دیوالا چی کاری از دست میآید، انشاءالله ما مینویسیم و چیزی از دست مو بیایم میکنیم انشاءالله. خدا ساق سلامت باشه. خداوند مهربان همه ما را شیردل کنه. همه حق تشکر زیاد برادری عزیز گرامی. انشاءالله من امیدوارم از تمام مردم تاجیکستان، از تمام خدمتگارانی که برای ملت و دولت خیش زحمت میکشند و مردم تاجیکستان واقعا یک مردم مهنت دوست و مردمی است که تنها برای این یک حکومت واقعا صادقانه لازم است. مردم تاجیکستان خیلی از دیگر مردم ها خیلی فرق میکنند. مردم تاجیکستان خیلی رنج کشیده است و زحمت کش است. زحمت های سنگین شما اگر اهمیت داده باشین تنها مردم تاجیکستان در تمام کشورها میکشند و در روسیه بیشتری مردم تاجیکستان که است و بازم رو می آوریم به این مردم که در همون جمع بسیار کارهایی که وزمین هستند، بسیار کارهایی هستند که دیگر خلق ملت ها شاید طاقت این نداشته باشند، ولی مردم مظلوم تاجیکستان با چون یک کارهای سنگین و میان شکن چیان مشغول هستند. من باوری کامل دارم که دوستان ارجمند ما این انقلاب با همدیگر فهمی، همدیگر گرایی و بهر منافع ملت و دولت شروع خواهیم کرد. من باوری دارم به هر یک مردی سرزمین، به هر یک زنی این سرزمین، به هر یک پیر و جوان این سرزمین که چی هستند در برابر این ظلم و ستم و این مشکلاتی که امروز جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است به ورطه شکست آورده رسانیده است، از این ورطه بیرون خواهیم کرد. و اگر چنین یک حکومتی که 24 سال است جز وعده و جز دروغ و فریب برای ما هیچ کاری نکرده است و اون وظیفه‌هایی که در نزد این حکومت گذاشته شدگی بود و حتی برای 10% اجرای اون کاری را انجام ندادند و تنها برای در مشغول دزدی و غارتگری چپاولگری خود مشغول بودند و هیچ یکی از مسائلی که امروز در نزد این حکومت گذاشته است اینها اجرا کرده نشده‌اند، بلکه تمام نقشه‌های گذاشته شده بهر منافع شخصی خود بودند و دزدیده به خارج کشور برده شدند و در خارج کشور برای زندگی خوب برای خود جابجا کرده شدند. دوستان ارجمند، من یک چند نکته را می‌خواهم امروز در مسائلی که
این نوا را من تماشا کردم، واسه بسیار وضعم بسیار در یک حالت دیگر آمدم، چون در یک فکر افتادم، چون این در یک خلاصه رسیدم که حکومت امام علی امروز نمیتواند برای مردم یک زندگی ارزنده فراهم بیاورد و نمیتواند امروز برای مردم یک شرایطی را فراهم بیاورد و میرود در مشکلات هایی که چنگ میزند، دست میزند، بسیار انسان را به اندیشه برنده است. انسان را به نهایت به اندیشه میبرد که هر یک انسان میباید که سالم فکر این اندیشه ها را بکند. وقتی که در جامعه مشکلات برق است، مشکلات جای کار است، مشکلات آب است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات اقتصادی برهان اقتصادی است، چرا شما یک برنامه ضد برهان اقتصادی چی نمیکنید؟ آموده نمیسازید. میآیید پشت یک خواهری که لباس پوشیده است، پشت یک خواهری که امروز در مکتب نمیتواند با لباس حجابش برود. این چی جامعه است؟ مگر مردم تاجیکستان چنین یک جامعه را خواستار هستند؟ مگر هر یک نفری شما خواستار چنین جامعه هستید؟ نه، همه این تعریض شده هستند. همه این یک برنامه‌هایی هستند که بهری منافع شخصی خود استفاده برده ایستاده‌اند. بهری از بین بردن دین و فرهنگی ما و شما مبارزه برده ایستاده‌اند. یک ایده خرد در برابر 99% مسلمان تاجیکستان، یک ایده اتئیستی به خدا مبارزه برده ایستاده است. 99% مسلمان را شکست داده ایستاده است. آی مسلمان ها شما کجا هستید؟ آی مردم شما کجا هستید؟ 99% بالای من و شما یک اولاد آمده است جبر و ستم میکند. دوستان عزیز، این واقعیت است. باید واقعیت شما ببینید، قبول کنید. وقتی خواهر شما را در کلاب آمدن قپیدن، در کلاب آمدن قپیدن، در ماشین بار کردن، بردن حجابش کشیدن و تحقیرشان براش کردند، تحقیرم براش کردند، ما و شما خاموش نشستیم. درست؟ امروز چند فاحشه ایرم قپیدن، لباسی حجاب پوشاندن، حجابی مسلمانی پوشاندن، چند دختر رو هم پول دادند، با پول گفتن که شما برآمد کنید که ما فاحشه هستیم، ما با این لباس خوبتر و بیشتر کار میکنیم، با ما مناسبت با این لباس بهتر خوبتر میکنن. یک چند فاحشه را و تمام دخترانی که زیر حجاب میگردن اینا را چی بردن؟ زیر شبهه قرار دادن. فردا یک عملیات میگذرانند، چگونه که ریشاتون را تراشیدند. اول آمدن ریشای از خود سر کردن، اول از بین ناموسی را از خود شروع کردند، از مردها اول تحقیر کردن و بازار و افکندن از مردها سر کردن شروع کردند. آمدن اول از مردها شروع کردن، ریشاتون را تراشیدن، تحقیرتون کردن، خاموش نشستید. چند سال پیش شروع کردن از مرداتون، تا هنوز از مرداتون این کارا میکنن بالاتون. درست؟ امروز وقتش رسید که از زناتون شروع کنن. امروز با این یا آن بهانه شروع میکنن. وقتی فردا امروز یک برنامه کردن، در مردم نشان دادن این نقاب پوشا میتوانند فاحشه باشن، میتوانند چی باشن، یک نفرهایی باشن که شاید جهادکار باشن یا خواهد دیگر کار بکنن انجام بدن. فردا از نزد شما میآید، زنتون رو میگیرن، 4 نفری که اطرافتون هست فکر میکنن این زن شما فاحشه است. اگر هر نفر هم گفت میگه این فاحشه است، باید ما باید ببریم اینا. فردا زناتون هراس میکنند که لباسی اسلامی پوشند. فردا زناتون میترسند
که مبادایی که می‌نویسه در راه اینا را ندارد، به پلیس نبرد، حجابشان نگیرد، یک تحقیر دیگر هم براش نکند. این تحلیل است برادران. این با واقعیت ها آورده میرساند. شاید امروز این کار انجام نشود، یک سال پس این کار باطل می شود. یک سال پس زنت از دست پلیس گرفته نمیتونی، خواهرت از دست پلیس گرفته نمیتونی، خواهرت تحقیر می شود، خواهرت بالاش ناموسش تحقیر می شود. امروز شوره ایستاده است. خواهراتون از مکتبا راندن، از کارگاه ها خواهر و مادراتون راندن به خاطر اعتقاد دینیشان. مگر شاهد نیستین شما؟ مگر چشمان شما امروز کور شده است؟ آی مردم، گوشایتان نمیشنود، زبانتان لال گشته است. من بسیار بخشش میپرسم خاطر این سخنم از شما، از نفری که میشنود مرا. دل دارید، همین در با وجود شما دل وجود دارد، همین دل ترس از چی میترسید؟ وقتی که یک حکومت ظالم بالای هر یکی شما امر میکند، چون یک امر کفرانه، غیر انسانانه و غیر اخلاقانه میکند، شما منتظری باز چی میشینید؟ این مسئله بسیار نازک است. این مسئله برنامه است برادرها. این برنامه یک روز نیست که در یک روز همه حادثه بالای پیش چشم شما بیاید و شما برمیخیزید. مسئله معرکه‌های ریش تراشی مگر در یک روز آمد؟ بالای شما در یک روز تحریزی شد؟ آهسته آهسته تحریزی شدن. آهسته آهسته اول مسجدها را محکم کردن، دوم آدمان ریشدار تروریست و اکستریمیست و فلان و بهمدان طریق شبکه‌ها چی کردن؟ رکلام کردن. همین خلاف. دوم سیوم آمدن گفتن که این ملاها و این پیشواهایی که شما داره اینا باید نباشن، اینا را از مسجداتون کشیدن و آهسته آهسته شروع کردن معرکه‌های دستگیر کردن این مردم این مظلوم تاجیکستان ریشدارا. گفتن همین کدامی که ریش دارد احتمالی به تروریسم دارد، به اکستریمیسم دارد. اینا را بردن همه را ریش تراشیدن. خاموش ایستاده بردن. بعضی ها اگر حرف زدیم سلفی و فلان و بهمدان و بیسمدان گفته پشت پنجره کردن ما. بعضی هایی که دیگر مانه ریش ها مانه تراشیدن و جریمه کردن برا ما و بعضی های دیگر مانه ریش ها مانه با انبرها چیندند، عذاب دادن، شکرانه کردن و باز هم در بین مردم تبلیغ کردیم که باید چی؟ ما باید به این ظلم رحمان است با مشکلاتی که امروز بالا من آمده صبر و شکرانه کنیم. ما را از چی ترساندن؟ از دهشت هایی که بالای سرمان همین حکومت اکستریمیست و تروریست امام علی رحمان آورد، از همون حالت ها ترسانیدن. ترس با این راه واسطه در ما جای دادند و خواستن که با چنین یک ترس و هراس در دل ما چنین یک مشکلات ها را جا بیارن و ما هر مشکلاتی بالای سر ما اینها بکنه انجام میتن، دست به ناموس خواهرمان میزنن، ریشه ما میگیرن، سطر ما میکشن، کردن بگیرن. ما میترسیم که ما مردمی ترسو هستیم، مردمی بیناموس هستیم، بگذار بکنن این 4 تروریست اوباش. مردمی عزیز، مردمی مسلمان، مردمی باناموس، این عملی که بالای من و شما ایستاده است، این از هراس من و شما است. ترس آدم به بیناموسی میبرد، هراس آدم به سرخمی و پستی و ذلیلت میبرد، شرف از دست میتی، انسانیت از دست میتی با ترس.
انسان باید نترسد. انسان واقعیت ببیند، واقعیت بگوید که این سفید است، این سیاه است. وقتی در جامعه ما این مشکلات آمده است، وقتی که بالای ما چون یک برنامه‌های ضد ما تحریزی شده است، بازم ما خاموش هستیم. بازم به فرهنگ، دین، مذهب همه ما آمدن دست درازی کردن، گفتیم امیر رحمانوف درست میگوید، رحمانوف که آدمی صلح آورده است. کو کدام صلح آورده است ما نمیدانیم، ما ندیدیم. تا هنوز رحمانوف دستش در خون است، در خون مردم است. کجا اینا صلح آوردند؟ شرایط میگن فراهم آورده است برای مردم. شرایط برای یک عائله تروریست فراهم شده است در تاجیکستان. عائله اکستریمیست ها، عائله دجالان، عائله دزدها، عائله فاحشه های امام علی. دوستان عزیز، امروز هر یکی ما و شما جای ننگ و ناموس است، جای شرف است، جای مقدسات است. ما باید بر بخیزیم، این مشکلی که داره، این مشکل در جامعه خود حل بکنیم. این در خانه خود مشکل داریم، مشکل خانه خود حل بکنیم. بعضی برادران میرن مشکل خانه دیگران حل میکنن. مشکل خانه خود باید ما حل کنیم. ما در جامعه این مشکل داریم. وقتی که در نزد من و مادرم، در نزد فرزندانم یک برنامه‌های را تأسیس میتن که از دیدن از تمام اعضایمون خراب میشود. شب و روز در تلویزیون‌های دولتی تنها و تنها چی است؟ یا کینه‌های پورنوگرافی تحریزده امنیت است بر ضد دین اسلام، یا اینکه رقص و سرود و بازی است، یا اینکه از تروریسم و از جنگ‌های داخلی شهروندی حرف میزنه هر روز، یا که هر روز از تعریف و تفسیر یک تروریست و اکستریمیست عائله رحمان حرف میزنه. دوستان عزیز، مسئله امروز پیش هر یکی من و شما گذاشته مسئله مهم است. باید به این مشکلات رسیدگی کنیم. امروز هر یکی من و شما، هر یکی مرد این سرزمین باید به این مشکلات رسیدگی کنه. هر لحظه ای که استاد شادروان عمر علی قوتوف این حالت ها را میدیدن چشماشون پری آب میشید. نخواهد میگفتن در جمعیتی که من زندگی میکنم، در جایی که من زندگی میکنم، بالای این سر این مردم مظلوم تاجیکستان چون این یک حالت بیاده من خاموش نشینم. استاد دلشان درد میکرد برای اینها، دلشان میکفید، خواب نمیرفتن همون روزی که همین حالت ها را میدیدن. ساعت ها میشیشتن دستشان دام برداشتن، از خدا طلب میکردن که در این جمعیت چی که این جمعیت بیدار که این جمعیت ناموس بیدار که میگفتن خداوند این جمعیت میگفتن ناموس بیدار که ناموسش تحقیر شد، فرهنگش تحقیر شد، دانش همش از بین رفت، اقتصادش از بین رفت، این ملت به خاری و زاری آمد رسید. یک ساعت دعا میکردن، ما منتظر بودیم که استاد آمین میکنه. با دردهای این ملت اینا کشتند. این حکومت تروریسم و اکستریمیست امام علی رحمانوف این استاد عزیز گرامی ما را کشتند. به خاطر حق سخن حق، به خاطری که امروز از درد جامعه میگفت، به خاطری میگفت که اینها چی هستن؟ اینها همون نفرایی هستند که تشکیل کننده تمام فسق فساد در تاجیکستان هستند. سببگاری تمام فسق فسادی که کمبوداتی که امروز در تاجیکستان هستند، سببگاری اصلیش این حکومت تروریست و اکستریمیست رحمانوف است. امروز گروه 24 قربانی تروریسم شدند. گروه 24
قربانی تروریسم و اکستریمیست امام علی رحمانوف قرار گرفتند. استاد گرامی شادروانم زیری حمله اکستریمیستی و تروریسم امام علی رحمانوف قرار گرفتند. تنها گفتند که در جمعیت تاجیکستان این بدبخت، این دجال 10 قانون بر ضد دین اسلام برآوردند. گفتند که سطری خواهر مادر ما کشیده شد، فرزندی ما سطرش کشیده شد، تحقیر شد به دین من شما. به خاطر این سخن استاد کشتند. این حکومت دیکتاتور و ظالم بالای استاد ظلم کردند و حتی خواستند که اهل بیتشان از دست دادند بکشند. دوستان ارجمند، امروز بهترین نفر ما از بین دادیم. باید به خلاصه برسیم مردمی تاجیکستان. این یکم ترور نیست. 157,000 رسمی ترور کردند این ملت. امروز باید به خلاصه برسیم، به جایی برسیم که این حکومت ریشه منشأت‌های ملی و دولتی، فرهنگی، دینی و اعتقادی من شما زده ایستاده است. این ملت را نابود کردنی هستند. این ملت را از بین بردنی هستند. امروز دل من و شما باید درد بکند. صدای دل من و شما باید شنیده شود. صدای من، صدای شما همدیگر به دل همدیگر شنیده شود. با وجودتان بشنوید دوستانم، عزیزانم، با وجودتان بشنوید، مشکل همدیگر حل بکنید. حکومت تروریست و اکستریمیست رحمانوف را از بین ببرید. دوستان عزیز، هر یکی ما شما دل داریم. در این دنیا آمدیم، انسان آمدیم، با شرف و با عزت آمدیم. این شرف و عزت از دست ندهید. ما مقصد در تاجیکستان برپا کردن حکومت مردم سالاری داریم که کسی در این حکومت تحقیر نشود، نه به خاطر دینش، نه به خاطر موقع سیاسیش، نه به خاطر فعالیت‌های اقتصادی و تجاریش. همه در نزد قانون یک باشد. ولایت قانون در تاجیکستان چی باشد؟ برجا باشد. دوستان عزیزم، دوستان ارجمند، امروز شانس‌های بهترین من شما باید داریم و باید که از دست ندهیم. شانس‌ها را داریم در دستمون. ما باید این استفاده کنیم. ما باید برویم این حکومت را چیکار کنیم؟ برهم بدیم. حکومت مال مردم است. حکومت سرچشمه حاکمیت این مردم است. مردم هر لحظه‌ای که خواست این حکومت میگذارند و هر لحظه‌ای که نخواستن حکومت برمیدارند. حاکمیت خلق است، نه اینکه حاکمیت تروریست و اکستریمیست امام علی رحمانوف است. نه اینکه حاکمیت یک اولاد تروریست و اکستریمیست است. من در اینجا بسیار حرف زدم. یک 20 دقیقه انشالله صحبت میکنیم، دوستان سوال جواب میکنیم. بعد با ساعت 8:30 بیگاه با وقت مسکو باز هم میداریم انشالله و باز هم صحبت‌های خود ادامه میتیم دوستان گرامی. و انشالله که ما هر روز برآمدامون میکنیم، هر روز مردمی تاجیکستان را دعوت میکنیم و یگانه از یک استراتژی‌های مهمی ما و شما، هر یک فرزانه ملت برای رسیدن به عدالت اجتماعی و حقوق خویش و ظلم و ستمی که بالاشان آمدن، دور کردن این ظلم و ستم باید تلاش‌های خودمان بکنیم. و من از تمام مردمی مظلوم تاجیکستان دعوت به عمل میارم که در پهلوی ما ایستاده فعالیت‌های ما را باز هم
بهتر و خوبتر بگردانید. انشالله ما همه خیر این ملت هم میخواهیم، ما خیر این دولت کشور هم میخواهیم، ما بهر آبادی این ملت، بهر پیشرفت این ملت زحمت میکشیم. ما هیچ وقت و هیچگاه بهر کدام نزاع در تاجیکستان نیستیم و بهر آبادی و گلگشکفی وطنی محبوب عزیزمان هستیم. و استاد گرامی شادروان عمرعلی قوت هم بهر آبادی و مقصدهای پاکی نیکی خود داشتن بهر آبادی کشور تا امروز صرف کردند، ولی بنابر سببی که این اهریمن‌های امام علی رحمانوف که به منافع اونها حرف نمیزد، بر مقابل ظلم و ستم و جبر بالای مردم حرف میزدن، این از بین بردن. و انشالله در حق استاد محروم گرامی شهید راه الله دعا بخیر بکنید. ما واقعا امروز قربان سیاست و قربان سیاست اکستریمیست و تروریست امام علی رحمانوف قرار گرفته ایم و امروز ما قربانی داریم، قربانی اکستریمیست و تروریسم داریم. همه ما و شما در مقابل اکستریمیسم و تروریسم باید که مبارزه های خودمان را ببریم. تروریسم پدیده بسیار بدی است که بر هر یک من و شما ضربه های سختی جدی میرساند و هر چیز زودتر بهر برکنار کردن این حکومت تروریست و سازمان تروریسم و اکستریمیسم در پهلوی همدیگر ایستاده مبارزه بریم و تا که این حکومت تروریست و اکستریمیسم از تاجیکستان برداشته شود، یا حکومت مردمی بر جای این حکومت آورده شود تا اینکه غمخوار و همشنوا و همدرد و هم پیمان این ملت و منافع جوی این ملت باشند. انشالله امیدوارم برادرای عزیز شما مردان این سرزمین هستید. من از شما هیچ فرقی ندارم، من از شما هیچ دیگرگونی ندارم. منم فرزند این سرزمین هستم، دلم برای این سرزمین درد دارد. این دردهایی که من با شما میگویم این درد این ملت است، این دردهای شما است که من اینها را میبینم. بهر بیدار کردن شما حرف میزنم، داد میزنم، گپی پس میگویم، بلند میگویم. بهر نمیدانم این دل شما را چگونه من بیدار کنم. من نمیدانم که شما را چگونه چی بگویم که شما بیدار شوید که این ظلمی که بالاتان آمده است این ظلم اثر هم دور کنید. اینا بیایید، راه هست، واسطه هست، یک جا هستیم، با هم ما قوت بزرگ هستیم. دعوت بکنید و راههای اساسی این یگانه رسیدن به این یک انقلاب خوب و یک انقلاب بهتر و از بین بردن حکومت تروریسم این دعوت است. جاتر دعوت بکنید و انشالله که ما باوری داریم بس سری هر یک مردمی تاجیکستان که این ظلم درک کردگی هستن، این ظلم میدانن، این ظلم میبینن، این ظلم شنیدن، دیدن و دلهایشان درد دارد، دلهایشان بسیار غمگین هستند. میخواهند که در تاجیکستان دیگرگونی شود و انشالله که ما مردمی مظلوم تاجیکستان به این دیگرگونی نائل میگردیم. من از همه شما، از هر یک و یک شما دعوت میکنم که امروز در پهلوی ما مبارزه خود مستحکم کنیم. انشالله برادرای عزیز یک سوال بودین، من در شما یک جواب میگردونم و سوالای خود مطرح کنید و انشالله که امیدواریم که به سوالاتون جواب داده بتوانیم. مرحمت برادران، سوالاتون مطرح کنید. سلام علیکم برادر اهل اسلام. من سوال یک پیشنهاد دارم برادر. برای مثال چه می ویرتوال گپ زدن نمیشه که مثلا این برادر که یا چنین چیزا میفهمن یک جز جمع مصلحت کنه و کنکریت نه هر یک آدم مثال به خودش یک وظیفه را بگیره، از زدن را بگیره که از قفای مثال بود کردن همو کار شو و پیش رویم وایسایس. سلام علیکم برادر عزیز. بیاد نکنید. من سوال چنین بود که آدمایی که ما دعوت می‌کنیم مثلا در تاجیکستان دعوتشو میکنیم، ما سوال می‌کنن که با کدام سبب همه گروه بسیار چی میخواه شما؟ ما میگیم که ما میخواهیم که آزاد باشه، ما میخواهیم که همین دولت مسلمانی باشه، این همینطوری قانونایی که پرزیدنت آساسا برآورده شده سطر دیگر و مسجد رو همینا را مثال وای نکنه، ما برای همین اسلام میخواهیم. اما سوال میکنم که شما اسلام میخواهی چون که پیشوای تاجیکستان
بزرگا چو خپم شما گپ میزنه و او میگه خب سرافروز ملدیس من کاکرا همین گفتنی بودم که این صحبتای سرافیا شرافیدن ضبط کنید نگاه کرده باشید اگر من شب یکتش ضبط کردم اینجا موندم جیانم گفتم همون کیم چیکارا کرد و صورتای حاجیمون من این روز ضبط کردنی بودم که تلفنم به زنگ شد یک آدم میول اکا جانم بخشیش خیر بیا اکا شرفدین خود جواب تی من در یک گپی سخت زدنی بدم بخشیش اکا شرفدین همین سوال رو جواب تی که سوال به نهایت بسیار میشه و در جواب دادنشون قین میشه. بخشش زیاد برادری عزیز از شما پیش از همه خواهش میکردیم که شما یک سوال مطرح کنید و ما یک جواب بگردانیم تا اینکه در عزت نفسی دیگران نرسیم و سوالای برادر به جواب نماند. برادر پیشنهاد کردن انشالله پیشنهاد شما پیشنهاد خوب است و من از این پیشنهاد شما مردم تاجیکستان را دعوت میکنم که اگر که هر نفری که یک کارنمایی کرده میتواند و هر یک نفری که جرأت و جسارت و آب و تاب دیده است وارد تاجیکستان شود انشالله که من روز ساعت این فعالیت گفته نمیتوانم ولی وارد تاجیکستان شود منتظر باشند انشالله که ما شروع میکنیم. من دعوت میکنم از تمام مردمی که واقعا میخوان برای مردم و ملت و برای منافع این دولت کشور برای پیشرفت این کشور فعالیت داشته باشند و یک کاری را انجام بدن مرحمت وارد تاجیکستان شوند کارهای خود دیدن بگیرن انشالله که وقتی که شروع می شود با ما بپیوندن حتما این کار انشالله به امر الله تعالی صورت میگیرد و انقلاب هم می شود و انشالله که شما وارد تاجیکستان شوید و در تاجیکستان جابجا شوید و انشالله که وقت ساعتش معلوم من برای شما گفته نمیتونم دقیقا و انشالله که این انقلاب ناگزیر است تاجیکستان انقلاب حتما انشالله به امر الله تعالی می شود بالا این حکومت تروریست و اکستریمیست امام علی رحمت. و دیگر سوال برادر گفتن که چرا پیشوان تاجیکستان برای رسیدن به یک جامعه حقوقی و واقعا که مردمش بتواند طاعت و عبادت و اعتقاد دینی خود آزاد کرده بتواند. البته امروز فضای تاجیکستان میتواند که به اون برادرها چون یک پاسخ بگردونه که امروز فضای تاجیکستان محدود است. وقتی که امروز یک ایشان یک بزرگوار یک عالم نمیتواند برود حتی جنازه یک نفر را بخواند برای جنازه خواندن یک نفر باید که اون مولایی که از جانب حکومت رحمانوف تعیین شده است معاش از جانب این حکومت میگیرد و فرمایش برداری این حکومت تروریست و اکستریمیست رحمانوف هست و منافع بری حکومت رحمانوف هست همین آدم میاد جنازه این حتی یک جنازه را همین میخوانه حتی وارثان این جنازه دارم یا مرده دارن گویند که باید این عالم خواند یا این شخص معتبر خواند این شخص معتبر رو محروم میسازن که این شخص معتبر حق ندارد بخواند این جنازه رو. یک مثال عادی برای اونا بیاریم ده ها و صدها شاهد شما خودتان با چشمان خودتان در داخل تاجیکستان اینا شدید اینا میدانید. وقتی که چونین یک فضای آزاد برای این عالمان و برای این پیشوایان وجود ندارد چگونه اینا دعوت میکنند حتی منبراشون آمدن گرفتن از دستشان آمدن تحقیرشان کردن آمدن تهمت نامه ها را در پایشان بستند حتی بردن عذاب و شکنجه هم دادن بعضی از عالمان و پیشوایان کجا برسد که آنها بیروند مردم را دعوت بکنند که تا اینجا برسند وقتی که چونین شرایط برای مردم فراهم آورده نشده است چونین ظلم و ستم برای مردم آورده شده است برای یک نفر برای که برای عدالت در داخل این تاجیکستان دعوت کنند باید شرایط حقوقی آورده شود آزاد باشد. من خواهم امروز میگم که حکومت رحمانوف فلان بسمدان نقطه ضعیفی دارد باید که این اصلاح کند کسی جرأت کرده نمیتواند که این نقطه های ضعف حکومت گپ زند
به خاطر همه میدونن این حکومت یک حکومت تروریست و اکستریمیست است. اگر که امروز حرف زنی فردا میان ترورت میکنن. اینها زیاد نیستن. اینها 0 از 10 1% نمیشوند. 0 از 1% هم نمیشوند. ولی بالای 99% مردم تاجیکستان قانونهای ضد منافع مردم مطرح میکنن، تحریزی میکنن، تطبیق میکنن. 99% مردم تاجیکستان حرف در مقابل این دیکتاتور و تروریسم این امام علی گفته نمیتواند. در مقابل این فاحشه گفته نمیتواند. کجا برسد اون عالم، اون دانشمند حرفی بگوید. ما ده ها صدها دانشمندها با تیغ این دیکتاتور، با تیغ این تروریست امام علی رحمان از دست دادیم. ده ها عالم و دانشمندای ما را کشت این بدبخت. ده ها چراغ دل من و شما را کشتن که من و شما در تاریکی باشیم. کجا برسد یک نفر برود دعوایی چی کند؟ حق عدالت کند. شما شاهد هستید. شما اینه خوب میدانید. فضا را تحلیل کنید، فضا را برایید، بعد به خلاصه برسید. ما امروز مقصد ما رسیدن واقعا به یک جامعه مردم سالاری است که از دل مردم، از خواهشات مردم این حکومت برآورده شود. این حکومت از خواهشات مردم فعالیت کند، نه از خواهشات یک اولاد به خدای اتئیست و تروریست و اکستریمیست سازمان رحمانوف. ما امروز میخوایم که از دل مردم حکومت بسازیم، با خواهش مردم حکومت بسازیم، با درد مردم برسد این حکومت، نه اینکه با درد 4 تا فرزند حرامخور و بدکاری خود. این از دوستانی عزیز گرامی. مقصد ما، مرام ما، امید ما این است برادران. ما هیچی امیدی خراب ساختن کدام جای و کدام منطقه و کدام وای نداریم. ما برعکس مقصد آباد کارنده، سازنده برای این ملت دولت داریم. ما این شرایط بالامان آمده است، ما میخواهیم که این شرایط بد اثر دور کنیم، نه اینکه آمدیم که شرایط بد برای مردم بسازیم. نه، ما آمدیم گفتیم این شرایطی که بر سر ما این ظالم آورده شرایط بد است. ما میخواهیم شرایط بهتر، فضای آزاد داشته باشیم، زندگی بهتر داشته باشیم، برای رسیدن به ارزش‌های ملی خود بتوانیم کار کنیم. نه آمدیم که یک جا را خراب بسازیم، نه آمدیم که جای را، فکری را خراب بسازیم. نه، ما آمدیم فکرها را قوی بسازیم، مردم تاجیکستان دانشمند بسازیم، مردم تاجیکستان پیشرفت بسازیم، برای بهبود مردم تاجیکستان کوشش خود ما به خرج بدهیم. این است مقصد و مرام ما، این است فعالیت ما. مقصد ما به مثل مقصدهای رحمانوف برای برهم زدن جامعه نیست. جامعه را برهم میزنن، مشکلات جامعه را برهم میارن، آزادانه این جمعیت اداره میکنن. نه، ما جمعیت شکل آزاد میآفریم، شکلی میآفریم که مردم در این جمعیت خودش احساس امنیت کند، احساس امنیت آذوقه‌واری، احساس امنیت اقتصادی و سیاسی و حفظ حقوقی. نه اینکه امروز همه مردم تاجیکستان احساس خطر میکنن از تاجیکستان، احساس خطر آذوقه‌واری، اقتصادی، سیاسی، کمیونیکاسیونی، همه اینا احساس خطر هستند. هر یکی شما احساس خطر میکنید، هیچ یکی شما احساس امنیت نمیکنید. همه شما در وجودتون احساس خطر فرا گرفته است. به همین خاطر وقتی که اونها میگن که ما چی میخواهیم، مقصد ما این است برادری عزیز. مقصد ما رسیدن به درد مردم است، به صدای مردم است، به آرزوهای مردم است، عملی ساختن آرزوها و امید مردم است، امید بخشیدن برای هر یک ملت مردم تاجیکستان است، برای هر یک طفلک است، برای هر یک یتیم است، برای هر یک چی است،
یک مردمی که از اون حکومت امید دارن. ما اینو میخواهیم دوستان گرامی. انشالله امیدوارم که به سوال شما جواب داده توانسته باشم. مرحمت دیگر سوال باشد مطرح کنید. سلام علیکم اکای شرفدین گادویف. امی بدبختی که امام علی رحمان چیز همین زیلو در نامی السلام علیکم اکی شرفدین. از شما خواهش کرده میشد که همین هر روز ما به 2 ساعت وقت جدا کنید برای مدیراتورای این شب همین مسئولیت کردیم برای سوره اخلاص خواندن. همین شب 2 ساعت وقت جدا کردم بین به همه برنده ناراضگی خود بیان کردن. این هم یک فایده به نهایت زور داره. انشالله برادر عزیز همه ما و شما میگیم که استاد عزیزمونه، استاد گرامیمونه به خاک سپاریدیم. حتما برادر عزیز وقتی که شب میشود قاریا و دوستان گرامی برای استاد برای درد این ملت از دنیا گذشتن، استاد مشکلات این ملت دیده از دنیا گذشتن، شهید راه الله شدن و در حق برادر حتما هم چی در خانهاتون و چی در اینجا و هم کسا گوش کنید، دعا کنید، همه کسا دست بردارید که خداوند بیشک شهید راه الله هست و خداوند این برادر برکت در آخرتش بده. انشاءالله برادرای از شما احترامانه خواهش میکنیم که این عمل انجام بدید. شبانه چی در خانهاتون و چی در حد نماز گذارید در حق استاد. انشاءالله استاد فدای این ملت شدن، قربانی این ملت شدن، زحمت ها زیاد کشیدن. انشاءالله خداوند خودش برای زحمتاش اجر دادن و خودش دانا هستند و انشاءالله که شما در حق استاد دعا کنید. و آرزوی استادم همین یک بود که فقط من از این دنیا مال دنیا نمیخواهم. به خاطری در نزد پیش چشمان من میلیون ها دلار برای استاد پیشنهاد کرده بودن و گفت که من فقط خیر این ملت میخواهم و زحمت این ملتی که شبانه روزی میکشد شما میدزدید. من میخواهم که این به درد این ملت برسم. فقط به خاطر به درد این ملت رسیدن قربانی شدم. فقط خواستن که به درد ملت برسن، به ملت کمک بکنن، به هر یکی ما و شما کمک بکنن. دردی من و شما رو گفتن، به خاطر این دردی من و شما کشته شدن. انشالله هر یکی ما و شما در خانه‌های خود دعا کنیم در حق استاد و انشالله استاد خیلی در راه من و شما این چراغ من و شما را روشن کردن و انشالله امیدوارم که دوستان عزیز گرامی شما هم در حق استاد دعای خیر انجام بدین و در حقش قاری قرآن هستن اینجا زیادتر من امیدوارم که دعا کنید در حقش ببخشین. انشالله خداوند بزرگ و مهربان است و استاد یک گپ گفته بودن که بعد از مرگ من در تاجیکستان گفتن انقلاب می شود و حتی مرگشان می دانستن که در کدام کشور می شود، در کدام کشور نیو تخمین می گفتن که من در کدام کشوری کشته می شوم که در آن کشور اسلامی است، کشور اسلامی است و در اون کشور دفن کرده می شود. همچنان همشید ما خیلی کوشش کردیم که جسد استاد تاجیکستان بریم و هیچ امکان پیدا نکردیم. هم از طرف امنیت تاجیکستان خیلی فشارها و تهدیدهای زیاد شدن که ما جسد نمیتیم و فلان بهنادان بیسمدان. ما به این خاطر جسد استاد در خود استانبول به خاک سپاریدیم و ببینید که استاد چون میگفتن من در دولت اسلامی کشته میشوم و میدونستن که کشته میشوم بازم مبارزه میبودن و گفتن که در همین دولت با خاک سپاریده میشوم، چنان هم شدن و غیر از این گفتن که بعد از مرگ من انقلاب میشه در تاجیکستان. انشاءالله که من چند آمودگی ها را دیدیدم و چند حالت های را دیدیدم که انقلاب ناگزیر است و انقلاب به نهایت نزدیک است و استاد در 9 ماهی که در دبی زیاده از 10 ماه قریب در دبی وای بودن، بندی بودن، در ترمه بودن، 9 ماه روزدار بودن، 9 ماه فقط نماز میگذاشتن و 3 سالی که با
استاد یک جا بودیم و هم بیان میکردیم. زیادتر استاد چی بودن؟ فقط نماز میگذاشتن، نمازهای شب میگذاشتن و همیشه دستشون در دعا بود. و در تاجیکستان هم بودیم، فقط در حق این مردم دعا میکردن که این مردم خداوند از این ظلم، از این مشکلاتی که امروز برای سرشان آمده است برآورد. چون استاد تجار بودن دیگر تمامی فضای تاجیکستان هم میدیدند، همه این مشکلات تاجیکستان هم میدیدن، خودشون کنار گرفتن نمیتونستن. یکی از سبب هایی که استاد مجبور ساختن در میدان سیاست کشیده آوردن این بود که هیچ وقت چون کناری ظلم و ظالم گرفتن نمیتونستن و میرفتن همیشه در ظلم و ظالم مبارزه میبردن. این یکی از سبب هایی بود که استاد در میدان سیاست کشیدن، دردهای مردم آوردن بالاش. و انشالله امیدوارم که شما زحمت هایی که استاد برای هر یک ما شما کشید امروز ما شما باید در رفت استاد بینیم و دعای خیر و با نام نیک و استاد یاد کنیم و انشالله که خداوند برای ما و شما این انقلاب میسر میگرد، مشرف میگردوند و ما و شما سربلندانه در سرزمین خود زندگی میکنیم و انشالله این آرزوی نیک استادی که استاد برای ما و شما داد و این ایده‌ای که برای ما و شما داد انشالله ما و شما هر یک ما و شما در دل هر یک ما و شما هست و رحمان فکر نکند که با به قتل رساندن استاد بزرگوار ما خاموش میشنیم یا ترسی را در دل میکنیم و مقابل این حرکت نمیکنیم. نه، این برعکس دوباره ما را وادار ساخت، دوباره ما را در این راه مستحکم ساخت که ما در حق هستیم. بازم یک دست دیگه و ما نشان داد که ما در راه حق هستیم. آخرام برای ما پیروزی است، هر دو طرف پیروزی است، هر دو طرف برای ما بازم در این تصدیق خدا یافت که هر دو طرف ما چی هستیم؟ پیروز هستیم. انشالله امیدوارم که وقتون از زیاد نگرفته باشم در مسئله‌ای که اون برادر قید کردن. مرحمت دیگر سوالا مطرح کنیم انشالله جواب می‌گردونیم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد بزرگ گدای شراف‌دین، از شما این را پرسانی هستیم که در مراحلی که وفات کرد یگان برای خودتون یگان کلانتر انتخاب کردید بین خودتون یا که شما هستید یا که اکی نو سکای فارس که هست یا که عطاالله است؟ التماس از همین ما با خبر شویم برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز گرامی، سوال من چنین است: آیا مردم وقتی که به گرد همایی میبرایند از تمام جور ژورنالیستان میان و حقوق بشر از جانب مردم طرفداری میکند یا نه؟ میخواستم در همین سوال ما جواب بدید. واقع در پناه خداوند باشید. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر اپای مهربان. پیش از اون که برادر شراف‌الدین گدایف جواب گوید مجبور شدم که اینجا قطع کنم و داخل بشوم، چنانه که دیروز تصمیم بود که امروز یک گردی همایی در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر استانبول برپا گردد. به سمع شما میرسانم که با سبب‌های بگیم که طرح‌ریزی نشده یا اینکه بگیم با سببی که برادرها و از جمله زن حاجی در دیگر جاها مشغولی بگیم که تحقیقات و کارباری بگیم که همین پروسسی تحقیقات رفته استوده است، برای همین بند ماندن اونجا و انشاءالله که بر روزهای دیگر چنین یک گردی همایی مانده می شود. برادرایی که تصمیم داشتن بیاین خواهش میکنیم که امروز الکی که نیاین و چیسله آینده حتما خبرتون میکنیم کی و در کجا و چه خیل برپا خواهد شد. بخشش بار دیگر معذرت. صحبت ادامه بدهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزت اینجا برادر
саломат бошед бародари чевара барои хабар расондантон. апай азиз, иншоаллоҳ масъалаи гирьямоӣ оё ҳуқуқи башар ва созмонҳое ки ҳомии ҳуқуқи башар ҳастанд аз ҳаққи мардум дифоъ мекунанд, оё хабарнигорон дар ин гирьямоӣ ҳузур пайдо мекунанд, то кадом ҳад ин масъала баррасӣ мешавад. иншоаллоҳ мардуми тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоми созмонҳои ҳуқуқи башар ҳукумати тоҷикистонро ҳамчун як ҳукумати воқеан диктатурӣ ва терроризм медонад. агар шумо хабар дошта бошед аз сархатҳое ки дар вобаста ба қатли устоди гиромӣ гузашта истодааст, як мақомоти зидди террористӣ ина бурда истодааст, чунки ин амале ки ҳукумати раҳмонов анҷом дод, ин ҳамчун як амали террористӣ дар қаламрави ҷумҳурии Туркия дониста шуд ва ин созмонҳои дигар ҳам ҳукумати раҳмонов ҳамчун як ҳукумати террорист ва экстремист эътироф мекунанд. ғайри расмӣ эътироф мекунанд ки чун як ҳукумат аст, чунки муносибатҳои дипломатӣ ки вуҷуд дорад, баъзе ҳарфҳои дипломатӣ вуҷуд дорад, неки ба шакли дигар ина ба калимаҳои террорист ба калимаҳои дигар истифода мебаранд ва дар асл бигирем ишорашон бар он аст ки дар Тоҷикистон як созмони экстремистӣ ва террористӣ ҷойгир карда шудааст. вақте ки инҳо ҳамашон мубориза бо ин зуҳуроти номатлуб мебаранд, албатта инҳо тарафдори мардум ҳастанд. мардум дар ҳама кишвар, дар ҳама сарзаминҳо мардум соҳиби ҳукумат аст. вақте ки мардум ба майдон мебарояд, мардум кӯшиши барҳам задани ҳукумати дилхоҳи ҳукуматро мекунад, ин ҳаққи мардум аст. мо имрӯз хоҳем ин ҳукуматро барҳам метем, фардо як ҳукумати дигар месозем. мо хоҳем як ҳукумати исломӣ месозем. мо хоҳем як ҳукумати коммунистӣ месозем. мо хоҳем як ҳукумати мисол дунявӣ месозем. ин яъне вобаста ба мардум аст, вобаста ба хоҳиши мардум аст. имрӯз ки агар мардуми Тоҷикистон ҳар хоҳише ки доштанд, ҳамун хоҳиш барои мардуми Тоҷикистон муяссар мегардад. ин бояд ки вақте ки мо мегӯем дар майдон мебароем, иншоалло бояд ки мо дар ин ҳаросе надошта бошем. ҳарос надошта бошем, чунки вазъияти имрӯза тамоми мардуми Тоҷикистонро водор месозад ки ба майдон бирезанд. чун бениҳоят дар ҳолати хароби иқтисодию сиёсию иҷтимоию фарҳангӣ ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ба ҳамин хотир имрӯз тамоми мардума ин шароиту ин вазъият ки болои сар, ин вазмини ки вазъияти вазмини иқтисодӣ ки болои саршон омадааст, ино маҷбур месозанд. ҳукумат натавонистааст дар муддати 24 сол барои мардум оддитарин шароитро фароҳам биёрад. оддитарин барқро оварда шароитро оварда натавонист. бонки ҷаҳонӣ ба Эмомалӣ Раҳмонов маслиҳат медиҳад ки шумо беҳтараш тапак ҷамъ кунед. шумо беҳтараш тапак ҷамъ кунед. дар асри 21, дар ҳоле ки дар асри 21 мешавад аз садҳо техникаҳое ки имрӯз технология ки имрӯз баромадааст мардумро бо барқ таъмин карда шавад. бонки ҷаҳонӣ маслиҳат медиҳад Раҳмон, ишора бар он мекунад Раҳмонов ки Раҳмонов ту як подавонӣ, ин як маслиҳат нест, ин як ишора таҳқир кардан ба Раҳмонов аст. мегӯяд ки Раҳмонов бояд ту дар мардумат маслиҳат диҳӣ ки мардумат аз тапаку дигар чизо истифода кунад. тапак барои мардуми Тоҷикистон хеле хуб аст. ту подавон ҳастӣ, бояд ки ин тапака ҷамъовариша битонӣ. бифаҳмӣ ки тапак чи аст, аз куҷо пайдо мешавад. ту гӯспанчарони подавонӣ, ина бояд бидонӣ, ақла дар ин бирасад. ҳадди ақал. ту ку аз асри 21 аз технология имрӯза истифода карда наметонӣ, шояд ба ин ақлат бирасад. ин ақли мурғии ту шояд ба ин бирасад. калат кадувори калон, неки дар ақлат як зара ба мисли ҳамун мурғ ақл нест, дониш нест. аз тапак истифода бикун.
رحمانوف چنین یک مسئولیت میگه. یکی یک سازمان، یک بانک جهانی به رحمانوف چنین و اشاره میکنه، این معلوم میشه که تمام جامعه جهانی سیاست رحمانوف یک سیاست پلید، یک سیاست بیسوادان، یک سیاست گوسپندان، یک سیاست خران و گاوان چی میکنه؟ شکل میدن. یک سیاستی است که 4 تا ابله اواشی احمق آمدن بالای مردم حکومت میکنن، حتی برق برای مردم تامین کردن نمیتونن، با برق مردم رسیدگی کردن نمیتونن. در این وقت تمام سازمان ها، تمام کشورها از پشت مردم است، پشت مردم و ملت مظلوم تاجیکستان میگیرن. سرچشمه حاکمیت مردم است، همه خلق و ملت ها از مردم تاجیکستان پشتیبانی میکنن. مادامی که ما اینقدر مشکلات و اینقدر بدبختی را بالای سرمان داریم. مرحمت دیگر سوال و یک سوال دیگر مطرح کنین، ان شاءالله به همین موضوع را به آخر میرسونیم و فردا بازم امروز ساعت 8:30 بازم صحبت میکنیم، سوال جواب میکنیم. برادر 010203 یا برگه برام. سلام علیکم. عبدالله سوال این چنین است. استاد خدا رحمتی گفته بود که وقتی که اگر ما انقلاب کنیم در تاجیکستان یک زمین میکنیم، یک زمین میگیریم و قبرستان شهیدان میکنیم. همین ما وقتی انقلاب کنیم زمین گرفته همین استاد از ترکیه بردن امکانیت دارد که در همون زمینی که استاد نیت کرده بود در همون زمین اول استاد را بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله برادر عزیز گرامی، هر وصیت، هر چیزی که استاد برای ما و شما گذاشتند و انشاءالله که اینا در یک جایگی، در همبستگی و در مسئولیتی هم دیگر این کار رو انجام میدیم و انشاءالله که برادر عزیز خداوند انقلاب بر نصیب ما و شما بگرداند و خدا کند که ما و شما در این سرزمین سربلندانه مردانوار زندگی داشته باشیم. انشاءالله برادر عزیز خداوند این روزا را بالای سر ما و شما میسر میگرداند. مرحمت برادرها، دیگر سوال باشه مطرح کنید. السلام علیکم برادر عزیز. همین برادر عزیز همین این روز پگرش کردیم همین را نمیشه برادر عزیز با همین نزدیکی خیلی که این ما با استرین ما نکشم برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی شرافتی اخی جان اگر نبرونه باشیم مسئله اینه همی خیلی کارت همراه میفتی در خیمی حجومه خودکش همراه کشو دایونه همراه کنگ مسئله میکردیم سوز میشون. در مسئله کیوی کرده من باید که این مسئله را با عائله شادروان صحبت بکنم اگر که اونها اجازت دادن و بعد من به شما میرسونم و اگر اجازت ندادن به خاطری که اونها برای استفاده شخصی خود از مردم پول جمع نمی‌کردن و چون یک چیز نداشتن و اگر که اجازت دادن و اگر برای کدام کمکی من حرف میزنم اگر که اجازت ندادن چون که اونها خصلتی چون یک وای ندارن که از مردم برای فعالیت و یا کدام چیزی خود پول بگیرن و انشاءالله که من از این پرسان میکنم. در مسئله یک برادر گفتن که آیا می شود که به زودی سر کنه. برادر عزیز ما همین مردم دعوت کرده ایستادیم که میاناتون سخت بندیم، میاناتون سخت بندیم. انشاءالله به امر الله تعالی این کار نصرت خداوند نزدیک از تاجیکستان دارم. انشاءالله این کار انجام می شود. فقط دعا بکنیم، میاناتون بندیم، واقعیت بین باشیم. انشاءالله که این عمل انجام میدیم. همه مردم تاجیکستان دعوت کنید در یک انقلاب آزاد و
و برادر عزیز گرامی در همینجا صحبتامون به آخر میرسونیم و در آخر از شما دعوت میکنم که ما نقشه‌های بین‌نهایت انقلابی داریم، نقشه‌هایی داریم که باید که ما انقلاب انشالله به امر الله انجام بدیم و از شما خواهش میکنم که بهر رسیدن به یک انقلاب و بهر رسیدن به یک جامعه مردمی و حداقل رسیدن به حق و حقوق شخصی خود و دین خود و حجاب خواهرای خود که امروز من بسیار صحبت کردم در این باره، از شما خواهش میکنم که در تمام شبکه‌ها اتمکفرستین که فیسبوک، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مبارزه برین، صحبت‌های استاد، صحبت‌های ما را، صحبت‌های دیگر برادران را، همه اینها را در شبکه‌ها پخش کنید، دعوت از مردم زیادتر بکنید تا اینکه مردم فهمند، دانند و مردم برای آزاد کردن ملت و دولت خود بشتابند و از شما، از هر یک شما خواهش میکنم که بهر رسیدن به عدالت اجتماعی، رسیدن به حق و حقوق خود، رسیدن به ارزش‌های دینی خود باید که در این راه مبارزه بریم و در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و از دیگر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از شما خواهش میکنم که رحمانوف حکومت یک سازمان اکستریمیستی و تروریستی عنوان بدید، کاریکاتورها بکنید، ویدیوها بکنید، همچون یک اکستریمیست در جامعه این معرفی کنید، این یک اکستریمیست است، این یک تروریست است. این حکومت تروریست و اکستریمیست باید از بین برده شود. از همه شما خواهش میکنم که اینا در تمام مردم تاجیکستان برسانید، اینا بکنید و انشالله که ما و شما موفق میشویم و شما در همه حالت مبارزتون بکنین. دعوت یکی از استراتژی‌های اساسی ما و شما است. ما یک نقشه داریم برادران، ما گفته نمیتونیم نقشه در شما به خاطری که امنیت نقشه باید نگاه داشته شود. ما در نقشه ما یکی از استراتژیش این دعوت است. استراتژیش این دعوت است. باید که دعوت زیاد کرده شود. وقتی که ما عملیات ها را شروع کنیم در داخل کشور، این دعوت ها مردم روحیش زنده میگرداند و مردم زیادتر در این عملیات ها ما و شما را دستگیری خواهند کرد. دعوت زیادتر بکنین. از شما من همچون یک برادر، دادر، کوچک شما از شما خواهش میکنم که این عمل چکنین انجام بدین. باقی خداوند در پناه اسمت نوینه که شما را نگه بدارد و خداوند شما را ناموستان را، وجدانتان را کمتر بیدار کند که تا اینکه شما بتوانید مبارزه خود مستحکم کنید، ترس از دل شما دور کند. و برادرای عزیز در حق استاد شاد روان عمره قوت افتوای خیر انجام بدید. انشالله که استاد شایرای الله هستند و انشالله که مقصد مرام استاد، دردی استاد، هر چیزی که استاد برای ما و شما امانت گذاشتند و این با شما تا آخر میبریم و انشالله که در این راه پیروز میشویم. روی استاد در این راه شاد میگردد. تشکر زیاد برای گوش کردنتان، برای سوالایتان، برای دردی ما را شنیدید و صدای ما را شنیدید، صدای مردمی تاجیکستان را شنیدید، دردی مردمی تاجیکستان را شنیدید، ظلمی مردمی تاجیکستان بالای سرشان آمده شنیدید. تشکر برای همه این و از شما خواهش میکنم که مبارزه را فراموش نکنید و باقی در امان الله تعالی باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.